فراخوان جایزه تحصیلی و توانمندسازی زنده‌یاد غلام حسین پیرویان. به اطلاع میرساند مجمع خیران نخبه پرور استان در کنار آموزش و پرورش استان فارس و با همیاری خیران نیکندیش مشوق‌های تحصیلی را جهت حمایت، هدایت و پشتیبانی از دانش آموزان مستعد برتر استان فراهم آورده است. این جایزه و مشوق تحصیلی در قالب تسهیلات پرورش استعدادهای برتر برای 1 سال تحصیلی به 2 دانش آموز دوره ابتدایی، 2 دانش آموز دوره متوسطه اول و 2 دانش آموز در دوره متوسطه دوم که در حال تحصیل در مراکز آموزشی شهرستان‌های کازرون و شیراز باشند اهدا خواهد شد. واجدین شرایط مطابق ضوابط توسط معاونت‌های ابتدایی و متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان جهت تعیین افراد برتر